تصنیف امشب به بره از علی اکبر خان شیدا. علی اکبر خان شیدا از تصنیف سازان بسیار مهم ایرانی هست که در سبک و سیاق خودش به نوعی حالات عرفانی رو با عشق‌های زمینی درگیر میکنه و معمولاً ترانه‌ها عاشقانه و عارفانه هست. مضامین اجتماعی در کارهای او آنچنان جایی نداره. اولین اجرای جدید در رادیو تهران از تصانیف شیدا با تنظیم پرویز یاحقی و خوانندگی خانم مرضیه بود بر روی تصنیفی که در اون شعر عاشق روی تو هم بسته موی تو هم به کار رفته. مرضیه دومین نام هنری است که استفاده میشه. قبل از خانم مرضیه یک مرضیه‌ای که در یزد زندگی میکرده و رقاصه یهودی بوده وجود داشته که علی اکبر شیدا مجنونوار عاشق او میشه و میگند که این عشق به جنون میکشه. از 30 تصنیفی که منسوب به علی اکبر شیدا هست، هلوش 22 تا از اینها ترانه‌هایی است که خودش سروده، بقیه بر روی شعرهای سعدی یا قدما هست. از جمله تصنیف‌های علی اکبر شیدا میتونیم از ناوک مشکان، امشب شب مهتاب، مولود نبی، بوتچین، آنکه هلاک، عرب زلف کجت، دل شیدا، مشکل پسنده، زلف سرکج، نرگس مستی، رفتم در میخانه، تصنیف رهاب، یا ما را همه شب نمیبرد خواب، ماه غلام و چین زلف مشکین را بر رخ نگارم بین رام ببریم. این تصنیف رو در بیات اصفهان صلح اجرا میکنیم. پرده ها میکرون، فا دیز، سی بمول. بیات اصفهان صلح در همایون میکرون واقع شده و داره یک دنگ چهارگاه ر میکرون فا دیز صلح و یک دنگ دشتی صلح لا سی بمول 2 هست. این آهنگ در 6/8 اجرا میشه. ر صلح صلح لا صلح لا صلح لا صلح 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 فا ر صلح صلح لا صلح که ر اسین زرد میاد. لا صلح لا صلح 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 فا لا صلح لا سی لا. اینجا به این شکلی که من گوش بداری کنیم که فا و صلح 1 2 1 میاد روی لا. فا صلح لا سی لا سی لا سی دو سیل. دوم برمیگرده رو صلح صلح فا صلح. دوباره جمله اول ر صلح صلح لا صلح لا صلح لا صلح 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 فا فا صلح لا لا صلح. اینجا فا به صلح 1 1 میاد که بتونیم از لا به سی اشاره بدیم. فا صلح لا لا صلح لا صلح. میکرون اسین زرد میاریم. می فا صلح صلح فا فا صلح لا لا صلح صلح فا صلح فا صلح لا لا صلح صلح فا صلح لا سی دو سی دو لا صلح لا صلح لا سی لا سی صلح فا صلح فا صلح لا سی صلح لا سی صلح فا صلح سی صلح فا صلح سی صلح راست چپ راست. سی لا صلح به صورت راست چپ راست اجرا میشن. لا صلح 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 فا و بعد قدیمی ها تکرار میشه. این تصنیف با سرعت 58 اجرا میکنیم. امشب